شده لت زیر پربس ناقص جسم عظما سیبل حرفاش شده کنیه و اسم عظما این صدای شطرق که از همه جا می آید کرده معلوم که بشکسته طلسم عظما. من تا حالا بهت گفته بودم که چقدر صدا تو دوست دارم. نخیر آی دکتر، نخیر نگفتم. خب لابد ندارم که نگفتم دیگه. آی دکتر من که میدونم شما شوخی میکنین، شما که میان تو استودیو اونقدر کمالات و معرفت و مرامتون زیاده که دیگه جا نیست ما بشینیم. خب یه گوشه‌ای بشین بالاخره، ولی شرمنده اخلاقتیم. استراتژی خیلی حالیته. راست میگین آی دکتر، برای خودم یه پا استراتژیستم ولی به خودم میگم مجری. سالاد علوی از افتادگی و خاکی بودنشه که خودشو جز سالاده حساب میکنه، وگرنه از قیمه که چیزی کم نداره. نه که طرف من شوخی بود یا این پرت و پلای تو. حال آدمو میگیره. برو سر سوالات من اون روم بالا نیومده. بالا اومد که این هفته آی دکتر شاهد درگیری های شدید و سنگین و خانمان برانداز تو نظام بودیم که میگن روحانی رو نابود کنیم. آره. از اون طرف روحانی افتاده به روزی که تته پته میکنه اون بلبل زبونی های همه بیان از ما یاد بگیرن و گذاشته کنار، میگه بریم ببینیم بقیه کشورها چیکار میکنن یاد بگیریم. از این ور مقام عظما اون سکوت سنگین و مرگبار رو ادامه میدن. این داستان چیه آی دکتر؟ من خیلی سربسته میگم اینجا از اون جاست که کلا توقف خیلی خطریه. یه دقیقه هم نباید وایسی. عظما و حاجی روحانی خب بایدن میکنن بدجور، کل تخم مرغا رو ریختن تو سبدش. از اون ور تو مجلس دعوا از آخرای زمان تابوت هم بدتره. خواهش میکنم موقعیت دشمنان رو نگین. عقلم میرسه. تا همینجا هم دل و رودمو به هم پیچید. فقط این وسط نوز و نور احمق و اون رفیقاش میگن 100 بار روحانی رو باید اعدام کنیم. اینا شعورشون نمیرسه که عظما از این کارا نمیتونه بکنه. نکنه دارن خودشون رو واسه مقام عظما لوس میکنن که یه کمی بیشتر بهشون سهم بده. سهم بده؟ کی؟ عظما اگه اهل سهم دادن بود خب به یکی میداد که دردی ازش دوا کنه، چرا واسه اینا خرج کنه؟ من موفی همیشه میفهمودم از بهادر عرض میکردم بله میفهمودم یارو شنید که تو خارج یکی سگش گم شده بود، 20,000 دلار مجدگونی گذاشته بود برای کسی که پیدا کنه. بعد به باباش گفتش که اگه من تو بچگی گم میشدم چیکار میکردی؟ بابای گفت هیچی، خونمونو تندی عوض میکردم که دیگه پیدا نشی. دکتر مقام عظما باید از محبوبیت خودشون استفاده کنن و این دعوا رو ختم کنن. تو حالت خوبه؟ محبوبیتشون کی؟ طرف اومده بود اداره پست شکایت که این تمبرای تازه‌ای که چاپ کردین با عکس مقام عظما نمیچسبه. بعد معلوم شد که از رو عادت به جایی که پشت تمبر رو تف بزنه رو خود عکس تف میکنه. یادم نبود آی دکتر، اون روزم با یکی حرفم شد گفت همچی بزنمت که مثل عکس مقام عظما بچسبی به دیوار که پارت کنن یا آتیشت بزنن. بریم سر موقعیت بین‌المللی نظام، شاید مثل داخلی ضایع نباشه. اختیار دارین ضایع نباشه. شنیدی قبلا میگفتن فشار از پایین چون زنی از بالا؟ بله آی دکتر شنیدم. آره الان تو بین‌المللی شده فشار از همه طرف، به جای چونه زنی هم شده فک زنی، اونم از همه طرف. چرا آی دکتر از ارتباطات بین المللیمون با روسیه و چین و اینا استفاده نمی کنیم که محاصره بین المللی رو بشکنیم؟ یه جوری فعلا هر کی میاد سراغمون، هر کشوری میاد سراغمون میخواد یه استفاده‌ای بکنه. دلشون که واسه ما نسوخته که. حکایت اونایی که 4 تایی رفتن مثلا دنبال رفیقشون فرودگاه، بعد بهش گفتن جا نیست خودت سوار شی، چمدونا رو بده خودت با اتوبوس بیا. آیه دکتر الان که بحث روابط بین المللیه یه سوال دارم. این مریضی سخنگوهای وزارت خارجه مصریه چیه این؟ از روزی که من یادمه هر کدوم این سخنگوهای وزارت خارجه که رفتن بعدی که اومد مشنگتر بود. ولی خب این خطیب زاده فکر کنم بالاخره این دور رو میشکنه. یعنی مشنگتر از قبلی ها نیست؟ نه قربون برم کجا مشنگتر از قبلی ها نیست. میخوام بگم که بعدی
نمیتونه دیگه از این مشنگتر باشه. رکوردیه برای خودش ناکس. دکتر این دیوونه بازی که این دفعه در آورد اون خنده بیجا که کرد حالا تو سر نظام میخوره. آره دیگه این شوت سنگینو مثلا گذاشتن که خرابکاریای بقیه رو جمع و جور بکنه، خودشون از بقیه نفهمتره. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزا بهادر عرض میکردن بله، میفهموندن که مشنگه پسرشو برد آزمایش که ببینه دیوونه هست یا نه. دکتر به پسره گفت برو با این آبکش آب بیار. مشنگه وای دکتر این خسته است، شما صبر کنین من خودم برم آبو بیارم. روشن شد یه همچی بذارم که تو هم بری دکتر واسه آزمایش. دکتر این ظریف شورش نمیرسه یه آدم درست حسابی بذاره سخنگو؟ آخه او خودش بدبخت مشکل مشنگی داره، کجا شعورش برسه؟ روغن نارگیل اگه خوب بود موهای خود نارگیل اینجوری شبیه پشم گوسفند نمیشد. البته سخنگو بودنش یه فایده داره، همچی تو شوت بازی رکورد میزنه که ظریف پیشش باهوش به نظر میاد. دکتر انقدر که تو مثبت نگاه میکنی ها یهو فاز و نولت قاطی میشه ها، حواست باشه. مشنگه آلزایمر گرفت، بهش گفتن چطوری این مریضیت؟ گفت خیلی خوبه، از وقتی مریض شدم هر روز با آدمای جدید آشنا میشم. های دکتر خواهش میکنم تو 30 ثانیه باقی مونده یه تصویر جامع استراتژیکی از وضعیت نظام بدید. صبر کن بیرم، تو اول یه برنامه بذار تو 30 دقیقه بگو چطوری تصویر جامع استراتژیکی رو تو 30 ثانیه میدن. ولی من خودم تو یه جمله همه چی رو میگم. این روزا دل عضوا اینقدر میلرزه که دیگه دل نیست، ژله است. نظام داره میافته، شما میگین و میخندین. های دکتر بینندگان عزیز اصلا ناراحت نشین. همونطوری که هیچ قندی قند نمیفروشه، هیچ عطاری عطر نمیفروشه، همه قهوه خونم همه چی دارن به جز قهوه. ایشون هم اسم خودش گذاشته ابر استراتژی نظام، ولی چیزی که حالیش نیست استراتژیه. تو همیشه سوال راجع به چیزی بپرس که 2000 حالیت باشه که وقتی به جواب میدم اینجوری ضایع نکنی خودتو. اصلا تو رو چه به استراتژی؟ مشنگه طرف پرسید کجا به دنیا اومدی؟ گفت بیمارستان. مشنگه گفت وای بمیرم الهی، مریض بودی وقتی به دنیا اومدی. آیه دکتر شما به جای اینکه تمام همتتون بذارین مقام عثمان از این وضعیت بدبختی که توش هیچ کاری نمیتونه بکنه نجات بدید. مشاسیب منو دست ببینیم میداد. هفته دیگه دکتر یه موجی داریم یا ابر استراتژیست باید تکی رو به دوربین صحبت کنه.